در دهان دشنام کردن، اکثر از فقها گفتن دشنامی در دهان کفر است. از گردن بالا کسی بگه نعوذ بالله در دهانت فلان کنم، در چشمت، در بینید، در گوشا، اینها را اکثر از فقها کفر گفتن. انسان کافر میشه نعوذ بالله. چی بدبختی هست در صورتی که پدر و مادری و زن بطرم پدر و مادرت میشوه. خسر و خوشتامن پدر و مادر ابدی هستند. یک انسان از زنش اگر بندگی کنه خوشتامنش گرفته نمیتونه، وای حکم مادرش داره. ولا تهجر الا فی بیتی. ای نوجوان مردی که قهری کرد، نخون مرد به زن خودش قهری باشه. ای شخصیتی که قهری کرده، جناب پیامبر گفتن که باید از زنها تو جداگی نکنی، قهری نبستی، مگر همو حالت و مدتی که کسل زنانه می شود. همو هم جداگی که جاگه جدا نه، با اون نزدیکی نکه، همخوابگی نکه.